الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزتمند و گرامی قدر، امروز هم که باشد بحر شما در بیان دعا کردن در حق پدر و مادر. ما در صحبت‌های قبلی در بابت فضیلت پدر و مادر با شما صحبت کرده بودیم. امروز هم که باشد یعنی در بیان دعا کردن فرزند در حق پدر و مادر خود. این هم یک حق‌هایی هست که پدر و مادر بالای فرزند داره. چگونه که الله متعال در قرآن عظیم شأنش چی زیبا می‌فرماید: استعیذ بالله ربی ارحمهما کما ربیان صغیرا. میگه ای فرزند آدم دعا که در حق پدر و مادر. چی دعا که؟ بگو ای پروردگارا به همون پدر و مادر من که این به سن پیرانسالی میرسن، خدایا با همونها رحم که همچنان که اونها در خردسالی من رحم کردن. میگه که الله منظره برای چی میگه؟ تا که فرزند آدم خردسالی خچه به یاد بیاره. وقتی انسان خردساله به بسیار چیز محتاج است. میگه که مادر شبها را خواب نمیروه تا که فرزندش خواب روه. مادر خودش کم لباس میپوشه تا که لباسای زیبا و لباسای بهترین فرزندش بپوشه. مادر گرسنه میگرده تا که فرزندش سیر باشه. مادر تشنه میگرده تا که فرزندش سیراب باشه. به همین خاطر پدر و مادر همیشه از پی رزق و روزی میگردند تا که یک لقمه نان پیدا کنند به فرزند خود بدهند. همیشه پدر و مادر فکرشو در فرزندشون است. به همین خاطر الله متعال من تو را منت میگذارونه که در حق همو پدر و مادر دعا که چی دعا که؟ خدای با آنها رحم که همچنان که در خردسالی آنها با من رحم کردن. وقتی خردسالی که چی گونه تر پرورش کردن و امروز که به سن پیرانسالی که رسیدن در حق آنها دعا کن. و در این رابطه هم یک دعایی است که دعا چنین است: اللهم امیتنی و والدی و اقاربی علی الاسلام. ای بارا خدایا ما را بمیران، امیتنی و والدی و پدر و مادر ما را بمیران و خویشتوار ما را بمیران در حالی که در دین مقدس اسلام باشیم. یعنی ای بارا خدایا در حالی که جان ما را میگیری و جان پدر و مادر ما را میگیری و جان خویشتوار ما را میگیری، در حالی باشیم که در دین مقدس اسلام باشیم. مقصد ایمان به ایمانم رفتن به حد مشکله. مسلمان زیستن تو کی بکار است، مسلمان رفتن جان اعتبار است. با ایمان میریم یا نمیریم میره الله خودش میدونه. به همین خاطر دعا کنه که پروردگارا جان ما را بگی و جان پدر مادر ما را میگیری و جان خویشتوار ما را میگیری در حالی که با ایمان باشیم. این یک حقی هست که فرزند باید در حق پدر و مادرش همیشه این دعا را کنه. الله متعال خواهان هستم که خداوند مهربان همیشه زبانهای ما را دعا کردن نیک در حق پدر و مادر و در حق خواهر و برادر و همیشه دعا کردن نیک در حق همدیگر خدایا موفق بگرداند. آمین.